مواد نشاور مصادره کرده شده است. رئیس بنگاه تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها اظهارات سازمان ملل و حکومت طالب‌ها را رد کرد که گویا کشت و استیصال این مواد در افغانستان 95% کاهش یافته است، بلکه از گسترش انتقال آن با یاری پهپاد و هواپیماهای بسرنشین و آگاهی از مخفیگاه‌ها با واسطه پیام‌رسان‌ها اطلاع داد. چون هم مسئله بیشتر موادهای مصادره گردیده در حدود ولایت ختلان مخصوصا در ناحیه‌های نزدیک سرحدی مصادره کرده می شود که آن با راه قاچاق از افغانستان وارد می گردد. در 6 ماه اول سال 2024 در حدود ولایت ختلان از معاملات غیرقانونی 1 تن 381 کیلوگرم مواد نشاور مصادره شده است که 44.6% مصادره جمهوری را تشکیل می دهد. آژانسی میگوید در نیم سال 2024 در تاجیکستان قریب 4 تن مواد نشاور مصادره شده است، در حالی که سال گذشته این رقم نزدیک 2.5 تن بود. با گفته این نهاد در ناحیه‌های غربی و جنوبی افغانستان لابراتوارهای پنهانی استیصال زیادی متامفتامین، مواد پسیخوتراپی که از هروئین استیصال می شود وجود دارند. مسئولان نهاد میگویند گروه‌های قاچاقبر اصول‌های انتقال مواد مخدر را نیز نو کردند. طرز اصولی که با جمهوری تاجیکستان تخمیت مواد نشاور وزی برای قاچاقبرها از همه معمولترین وشون زکلاتکا کردند، یعنی در پینگوهای مخصوص جمع میکنن با واسطه مسنجر رو با همو خریداراشون کاردینات موقعی که پینون کردگیان میتونن، یعنی که از دست به دست نیستوزید. طالبان بعد به قدرت رسیدن در افغانستان ادعا میکنند که کشت و استیصال مواد مخدر در این کشور را به صفر رساندند. اما چند سال است که آژانسی نظارت مواد نشاور تاجیکستان این ادعای طالبان را به چالش میکشد و میگوید که برعکس در این سالها انتقال و قاچاق مواد مخدر زیاد شده است. این نهاد میگوید که حالا بیشتر مواد مخدر سنتتیکی و پسیخوتراپی استیصال و انتقال می شود و این برای قاچاقبران مساعد نیز هست، زیرا از 10 کیلوگرم هروئین 1 کیلوگرم متامفتامین استیصال می شود. آژانسی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت تاجیکستان در پایان سالهای 90 در دایره همکاری با سازمانهای بین المللی برای پیشگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان زیر حاکمیت طالبان تأسیس شده بود. آن را تا سال 2022 سازمان ملل سرمایه‌گذاری می‌کرد. از سال 2023 به این سو این نهاد از بودجه تاجیکستان مبلغ گذاری می‌شود.